همزمان با ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، گروه بین‌المللی بحران در گزارش از بروز فاجعه انسانی هشدار داده و می‌افزاید که این پیامدهای مهم برای منطقه و فراتر از آن را خواهد داشت. در این گزارش آمده است که این سیاست پاکستان برای صلح و امنیت جهانی نیز خطرات ایجاد خواهد کرد. با توجه به سردی هوا و با توجه به نبود زیرساخت‌های مناسب برای یک زندگی با ثبات دچار آینده بسیار مبهم شدند. در یک بخش دیگر این گزارش آمده است که ممکن این تصمیم پاکستان اختلافات پاکستان با افغانستان بر سر تحریک طالبان پاکستانی باشد. بر بنیاد این گزارش اسلام آباد به دنبال راه‌های برای فشار آوردن به کابل برای متوقف شدن فعالیت‌های TTP در خاک پاکستان است. این موضوع مهاجرین را استفاده کردن من حیث یک وسیله و یا حاله فشار درست نیست. هر کشوری نیت را داشته باشه به نفعش نیست و مهاجرین مردم هستند، عام و زندگی میکنن، حق دارن، دارای حقوق خود هستند، باید به آنها ظلم صورت نگیرد. از آنجایی که کشور پاکستان همیشه در صدد برهم زدن مناسبات خوب و همسایگی نیک با مردم افغانستان می باشد، همیشه با استفاده از مجبوریت‌ها و پرابلم‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان استفاده‌های ابزاری و سو نموده و با آوردن فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌خواهد به خواست‌های خود در منطقه از طریق افغانستان برسد. پاکستان از 11 میزان اخراج مهاجران افغان از پاکستان را آغاز کرد و پس از 10 اغرب این روند را به گونه بی پیشینه شتاب بخشید. اما با وجود واکنش‌های داخلی و جهانی، اسلام آباد این روند را ملغا نساخته است.